سپراندازی. بیبی در پایان یورش کارهای ارتش پدافندی به بازیچه‌های لات و لوط‌ها به مردم گفت: ما در پشتیبانی از ایرانیان مردم ستیزان را کوفتیم تا دم شیر را به بازی نگیرند. بار دیگر به گونه‌ای دیگر می‌کوبیم. شگفت از کار روزگار. آن یورش در زادروز آریامهر انجام شد تا یادآور روزهای خوب دیروز گردد. 4 آبان ماه 1919. سپرهای روسی ددان و بازیچه‌های پوشالیشان یک جا له شدند. آخوند پریش زرد کرد و سپر انداخت. یاوه‌ای بافت و پیگیری کار را به ملنگان زیر دست سپرد. گامی به راه فردا نزدیکتر شدیم.